هستی. درود دوستان گرامی، سرویناز گلمادова دخترک توجیک در یکی از دهه‌های دوردستترین بنگلادش نقطه آب آشامیدنی شد و آن را با نام پدرش که عین حال عالم ساحه پداگوگیک توجیک است نامگذاری کرد. بسم الله. هستی. این کار با نخست صورت گرفت. من تلفن رو شدم واتساپ رو بینم که همین عملی خیر رو انجام داده است، یعنی در دولت بنگلادش در یک دهه دوردستی که از آب آشامیدنی بسیار تنقیسی میکشیدن، در اونجا همین آب زیر زمین رو برآوردن و نامشون ناندن نوری فیض. یعنی به نام شما؟ به نام من ناندن همین رو. اونجا مردم زیاد زندگی میکنن، چرا که هنگامی برآوردن آب کودکان رو بگیم که شخصانی کلانسالی بسیار هم در جا گرد آمدن، خوشحالی میکردن از همین کاری خیری که دخترچه ما انجام داده است. دختر من گلمادova سرویناز دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان رو با اختصاصی برنامه‌ساز اقتصادی تمام کرد و بعداً او رشته ماجستراتورای دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدری نین رو با اختصاصی زبان انگلیسی ختم نمود. این زمان دختر من در دولت امریکا کار فعالیت نموده ایستاده است و در امریکا یک کالج را ختم نمود و اکنون او میخواهد که با طریق فاصلوی با دانشگاهی جورج تاون داخل شود، اونجا را ختم کند و این زمان از بانک پول قرض گرفته است برای مبلغ تحصیل. خدا خواهد تحصیلش رو در دانشگاهی جورج تاونی امریکا یعنی ادامه میدهد. همراه اویلا شونده؟ او با همراهی شوهرش کار فعالیت نمی‌دهد است و صاحب یک فرزند می باشد. فرزندش عبدالصمد در صنف دوم تحصیل می نماید. فرزندش و فکر مستو چند بار ما دیدیم در صفحه های شبکه اجتماعی چمپیون هم است یا که ورزشگر است؟ ورزشگری هم میکند و کمربندی لاجورد علاقه گرفته است. تصمیم دارد که کمربندی سیاه را صاحب شود. از روی کدام نمودی ورزش؟ تایکواندو است، نمیدونم چی بودم. او بسیار پسرک باهوش است، با زبان انگلیسی تازه گپ میزند و همزمان خوانده و گفته‌هاش باز آزاد به زبان تاجیک ترجمه هم میکنند. شرایط زندگیشون چقدر است؟ شرایط زندگیشون شکایت ندارند. هم دخترم روزانه تحصیل میکند، شبانه کار میکند. با جز مثلا گذراندن زندگی باز با نزدیکان و پیوندانشون کمک کرده میتونن، مثلا زن و شوهر؟ بسیار کمک‌های زیاد میکنن، هم از جهت مالیوی، مثلا یگان دارو لازم میشد، یگان لباس لازم میشد، حتی از پیش خودشون هم میگن که من فلان چیز یافتم، فلان چیز دیدم، همین من به شما روان کنم، چیکار کنم. بسیار مهربان هستند. تابستان گذشته آمده بودن
با همراهی اپاشون که مقیمی دولت روسیه هستند در تاجیکستان در خانه کمینه کمترین دختر امریکایی 3 ماه ایستاد و دختر روسیه بودگی 2 ماه استراحت کردند. در اینجا به خبرگیری اومده بودند